دوستان، بحث امروز ما ارتباط بین معماری و دیولپرها و توسعه‌گرها در صنعت ساختمان است. این لوگوهایی که می‌بینید همشون از برجسته‌ترین و قوی‌ترین توسعه‌گرها یا دیولپرهای ساختمانی هستن که در دنیا حضور دارن. قطعاً بهشون به صورت تفصیلی میتونیم بپردازیم، البته در ظرف زمانی و مکانی که جلسه داره. فقط میخوام یک نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید اسامی مختلف، حالا برخیشون در منطقه خودمون هستن، برخیشون در کشورهای مختلف غربی و شرقی. فقط این رو بهتون بگم که طبق آماری که در سال 2024 ارائه شده، از 10 دیولپر برتر ساختمانی 7 تاشون در کشور چین هست. میتونید ببینید که ارتباط بین میزان ساخت و ساز و شرکت‌های قوی که در عرصه دیولپری وجود داره چه تناسب و چه رابطه مستقیمی داره. ولی عرض دیگری دارم من. ببینید آمدانه من شرکت اروف رو در وسط این اسلاید قرار دادم. نمیدونم چند نفر شما با این شرکت آشنا هستید یا اسمش رو شنیدید. ولی مطمئنم همه شما بالای 90% شاید 100%تون اسم شرکت‌های معماری زاهدید و نورمن فاستر رو شنیدید. مشکل از اینجاست که اگر شرکت اروپی وجود نداشت، هیچ گونه از طرح‌های هیچ گونه رو میتونم بگم بسیاری از پروژه‌های دفتر زاهدید و فاستر تجسم پیدا نمی‌کرد یا ساخته نمی‌شد. و اگر ساخته نمیشد اینقدر معروف نبود که ما اسمشون رو اینقدر خوب به خاطر سپرده باشیم و اینقدر از نظر ما شرکت‌های معماری معتبری در دنیا باشن. پس نقش شرکت اروپ رو میخوام بهتون بگم که نمیدونم باز میدونید یا نه که شرکت اروپ در ایران خودمون و شهر تهران هم یادگاری برای ما گذاشته که هممون بهش افتخار میکنیم. نمیدونم چند نفرتون میدونید که برج میدون آزادی، برج شهریار، اگر شرکت اروپ نبود ساخته نمیشد. یعنی حسین امانتی که هممون بهش افتخار میکنیم در سن 24 سالگی برج شهریار یا برج آزادی رو طراحی کرد. من باش شخصا مصاحبه کردم در ونکوور. گفت من دانشجو بودم و پدرم با ارتباطاتی که داشت نمیتونستم، سرباز بودم و نمیتونستم خارج از کشور برم، ولی تونستم با ارتباطاتی که وجود داشت فرصت 6 ماهه‌ای بگیرم برم انگلستان در شهر لندن و با شرکت اروپ قرار بذارم و با اونها مذاکره بکنم که اون طرحی که در 50 سال پیش بدون ابزارهای مدرنی که الان در اختیار داریم رو شرکت اروپ بتونه دیتیل دیزاین بکنه که این شاهکار معماری در شهرمون و در کشورمون به این شکل بتونه باعث تفاخر ما بشه. پس میخوام بگم که این شرکت‌هایی هستند که جای خالیشون در کشور ما و در صنعت ساختمان ما به شدت احساس میشه. نکته‌ای که هست، ما اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم صنعت ساختمان رو در کشور خودمون با دیگر کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای پیشرو، دوستان عزیز، همکاران عزیزم، دانشجویان عزیز، این آسیب شناسی به ما میگه پروژه موفقه که حداقل از 4 باکس یا 4 بخچه جدی خدمات تشکیل شده باشه. ببینید من این 4 تا رو به ترتیب برای شما گذاشتم. باکس اول پیش از دیزاینه. من روی این کلمات تاکید میکنم که تو ذهنتون بمونه. ببینید هر چیزی که قبل از طراحی بهش نیاز دارید، امکان سنجی، طرح توجیهی، یافتن مأموریت برای پروژه، پیدا کردن استراتژی که این پروژه قراره در اون شهر، در اون محل، در اون کشور چیکار بکنه. مثلا خیلی خوشحالم آقای دکتر طرح معماری مسابقه ملی مدارس رو اشاره کردن. آقای دکتر، مهمترین سند برای موفقیت یک پروژه، من خواهش میکنم ازشون، من 5 سال افتخار اینو داشتم در شاگردی آقای دکتر مزاریان در وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت رصد و نظارت بر مسابقات معماری کشور رو داشتیم. درصد بالایی از عدم تحقق پذیری یا موفقیت مسابقات به خاطر نداشتن دیزاین بریف یا اون پیش نیاز طراحی بوده. پروژه مدارسی که ما می‌خوایم در جای جای کشورمون بسازیم باید یک دیزاین بریف داشته باشه. ما باید به معمارامون بگیم که این دستورالعمل طراحی یا پیشنهاد طراحی که تو می‌خوای تبدیلش بکنی به یک طرح معماری چیه؟ این چیزیه که قبل از دیزاین باید اتفاق بیفته.
اون سند اگر وجود نداشته باشه طرح معماری به سلامت نمیتونه به نتیجه برسه، به کارایی حد اکثریش نمیرسه. و من خب این یه پرزنتیشن خیلی طولانیه، من فقط گذرا ازش عبور میکنم. بعد از باکس برنامه‌ریزی، پروگرامینگ، امکان سنجی، تعریف مأموریت، میرسیم به بسته دوم، دیزاین. دیزاین فقط معماری نیست، دیسیپلین های متعددی که در عرصه دیزاین وجود داره. شما یک ساختمان در حال ساخت که در یک کشور پیشرو میبینید، این تا شرکت طراحی تو تابلوش وجود داره. دیسیپلین های مختلف مرتبط با طراحی مثل سازه، تاسیسات، مکانیک، الکتریک، نمیدونم فاساد انجینیرینگ، ساستینبیلیتی، فاساد یا لایتینگ، نمیدونم لندسکیپ، تمام اینها بیش از 20 تا مقوله مختلف در دیزاین داریم که ما متاسفانه در کشور خودمون شاید به 4-5 تاش بیشتر نپردازیم. و این خیلی موضوع مهمیه که ما اگر میخوایم یک ساختمان پیشرو داشته باشیم به تمام مقوله های دیزاین به نسبت خودش و متناسب با دیگر دیسیپلین ها بپردازیم. باکس سوم، کانستراکشن، یعنی هر موضوعی که در مبحث اجرا و در دوره اجرا پیش میاد، بحث‌های نظارت، بحث‌های به هر حال پیمانکاری، بحث‌های مختلفی که در دوره اجرا وجود داره که بسیار مهمه. و پس از اون در آخرین گام چیزیه که پس از اجرا اتفاق میفته. ما در کشورمون متاسفانه پیش از دیزاین و پس از اجرا بسیار فقیریم، بهش نپرداختیم. شرکت‌های متعدد یا شرکت‌های صاحب صلاحیتی که بتونن متولی موضوعات پیش از دیزاین و پس از اجرا بشن به شدت انگشت شمارن و شرکت‌های متخصص در این حوزه نداریم. و چیزی که اینجا از این آسیب شناسی در میاد اینه که کی میتونه متولی این خدمات یکپارچه باشه. اسم این سند هست خدمات یکپارچه. یعنی از روز اول که پروژه تولید میشه، پروژه تفکرش ایجاد میشه، پروژه نیاز بهش احساس میشه، چیزی که الان در مثلا لحظات قبل بحث مسابقه ملی مدارس هست، تولید شده، متولد شده این ایده. این 4 تا گام توش باید وجود داشته باشه که این پروژه بهش بگیم یک پروژه موفق. کی میتونه متولی این موضوع باشه؟ همون چیزی که الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم و اون توسعه‌گر، دیولپر یا هر اسمی که ما میخوایم براش بذاریم که میتونه این سند یک پارچه رو ببره. من از اینجا یک گریزی بزنم، مطالب رو میخوام جمع‌بندی بکنم که وارد پنل بشیم. روز معماره، این پنل میتونه این هدیه رو برای شما به همراه داشته باشه. دوستان، معماری فقط طراحی معماری نیست. کسانی که پشت این میز و نیمکت‌های کلاس‌ها یا به هر حال رشته معماری میشینن، قرار نیست همه به عنوان دیزاینر ما مشغول کار بشیم. رمپول هاست تو کانتکست هلند میگه 3% دانشجویان معماری دیزاینر میشن، 97%ش باید تخصصهای دیگر و مکملی رو بلد باشن که بتونه به موفقیت تولید معماری کمک کنه. تمام این تخصصهایی که می‌بینید در تمام این 4 تا فاز یا در این 4 بخچه خدمات وجود داره، تک تک شما میتونید آدم متخصص و درجه‌ای در این حوزه بشید که بتونید به تولید معماری، به ارتقای کیفیت معماری و سیمای شهرهامون کمک بکنه. من اینا رو در پنل صحبت میکنم. اسلاید آخرم که خیلی خیلی مهمه که در پنل قطعاً بهش خواهیم پرداخت، اینه که وظیفه دیولپر یا اون سازمان مدیریت یک پروژه فقط بحث کمی ساخت و ساز نیست. ما موضوعات مهمی داریم که در دنیا یه روزای اینا آپشن بود، یه روزای اینا ساپورتیو بود، کمک کننده بود، الان شده اصل، الان شده رکن ساخت و ساز. که این که یک دیولپر، این که یک سازنده، یک تیم مهندسی یا مدیریت پروژه چطور به مسئولیت اجتماعی پاسخ میده، چطور به اخلاق حرفه‌ای، چطور به ارجحیت منافع عمومی و منفعت شخصی اون پروژه یا شرکت پاسخ میده، چطور میتونه بحث پایداری، الان لید در دنیا یا بریمو چطور میتونیم ما در پروژه هامون ایجاد بکنیم که بسیار بسیار ضروری و پر اهمیت در شهرهای ما پرداختن به این موضوع. یا موضوعات دیگه که به هر حال ضرورت داره ما بهش بپردازیم. من صحبتمو به انتها میرسونم. چینش
سروران و بزرگوارانی که برای پنل انتخاب شده به صورت کاملا هوشمندانه و بین رشته‌ای بوده که بتونه تمام عوامل بازی در یک مدیریت فرآیند یک پارچه رو پاسخگو بکنه در برابر شما. یعنی هم معماری، هم مدیریت معماری، هم ساخت، هم برنامه‌ریزی، هم مسائل کنترل پروژه، هم مدیریت شهری، هم مدیریت کلان سازمان‌های بالادست پروژه‌های عمومی و شاخص در کشور در این پنل حضور دارن که بتونیم امیدوارم با موضوعات مختلف این بحث رو بیشتر برای شما روشن بکنیم و امیدواریم در انتهای این بحث و ارائه نظرات دوستان فرصتی هم برای مشارکت شما، طرح دیدگاه‌ها یا ابهامات یا سوالات احتمالی که وجود داره مطرح بشه و در انتها یک جمع‌بندی مناسبی داشته باشیم. متاسفم که آقای دکتر حناچی به خاطر کاری که براشون پیش اومد در پنل حضور ندارن. دعوت میکنم از آقای دکتر سعید ایزدی، معمار شهرساز با پیشینه از رزومه درخشانی که هم در تولید معماری در بخش خصوصی و هم در سازمان‌های کارفرمایی در وزارت راه و شهرسازی، در دانشگاه شغل معلمی، استاد دانشگاهی، کلمه معلم خب خیلی ارزشمندتر از استاد، من خیلی بیشتر بهش بها میدم. همه اینها کوله‌باری از تجربه که به شدت ارزشمند هست، مباحثی و نظراتی که ارائه خواهند داد. خواهش میکنم آقای دکتر تشریف بیارید و آقای دکتر رضا دژآگاه، چهره شناخته شده در عرصه مدیریت دیولپری یا توسعه‌گری در کشور که جالب تحصیلات و تخصصشون هم در حوزه فنی به عنوان حالا رشته که یکی از رشته‌های ارکانی که در صنعت ساختمان وجود داره به عنوان حالا کمک کننده به بحث معماری و ساخت که از دانشگاه شهید بهشتی رشته الکترونیک و همینطور مباحث نظری و محتوایی که میتونه در معماری به شدت کمک کننده باشه، دانش آموخته دکترای فلسفه. دعوت میکنم که در کنار آقای دکتر ایزدی این بحث ارتباط بین معماری و توسعه‌گری رو برای شما واکاوی بکنم. آقای دکتر خواهش. دکتر دژآگاه یک پرزنتیشنی آماده کردن، این رو برای شما ارائه میکنن، در ادامه بحث رو ادامه خواهیم داد. نکردم 30 سال پیش یه همایشی برگزار کردیم تو انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی مسئولیت فرهنگی بودم تحت عنوان شریعت مطهر. هم شریعتی خیلی علاقه داشتم تو جوانی و بچگی، هم به مطهری مقاله ارائه دادم اونجا تحت عنوان آزادی از نگاه مطهری و شریعتی. به دلایل مختلف کاری و اتفاقات زندگی و مسیرهای عجیب غریبی که برام اتفاق افتاد دیگه تو صحنه‌های اجتماعی دانشگاه حضور پیدا نکردم. البته آکادمیک توفیق رو داشتم. از این جهت خیلی حس خوبی دارم. من خودم توفیق نداشتم دانشگاه تهران درس بخونم. البته توی دوره‌هایی که الکترونیک می‌خوندم دانشگاه ادبیات می‌اومدم، گروه تاریخ و گروه فلسفه کلاس‌های ما رو شرکت می‌کردم. پسرم علی آقا ولی این توفیق رو داشته، شانس رو داشته که دانشکده فنی رشته عمران درس بخونه و خب به دلایل متعددی خاطرات خیلی خوبی از عزیزان دانش آموخته دانشگاه تهران دارم و یکی از معیارهای انتخاب ما توی منابع انسانی هلدینگ لوتوس فارغ التحصیل دانشگاه تهران بودن هست، چون هم به قدر کافی تئوریکال بلد هستم، هم به نسبت یک روزا دانشگاهی که تو تئوری خیلی قوی هستن بچه پرکتیک دانشگاه تهران کاملا تجربی دیدم که بالاتر هست. از این حیث میتونم بگم به جرئت که از با کیفیت ترین منابع انسانی دانشگاه کشور دانشگاه تهران هست. در این در واقع پنل قراره که راجع به دیالوگ بین معماری و توسعه‌گری و عرایض رو خدمتتون عرض کنم. پنلی هست اگر
سفر رو من خیلی سریع ازش رد بشم چون جناب زوار محمدی در واقع نمودارهایی نشون دادن که تقریبا همین رو میگه. توسعه گری تعریف خیلی متعدد و متنوعی داره و این فهمی که خودم از توسعه گری دارم خدمتتون عرض میکنم. بچه پرکتیک توسعه گری مدیریت یک پارچه فرایند EPCFR و MH یعنی Engineering Procurement Construction فاینانس و ریل استیت and Maintenance and Hospitality، طراحی، تجهیزات، ساخت، تأمین مالی، بحث مشاوره مسکن و فروش، تعمیر و نگهداری و خدمات هتلی. این زنجیره صنعت ساختمان رو در دیولوپر مسئولیت مدیریت یک پارچه‌اش رو به عهده میگیره. در کنارش وظیفه انتخاب مشاور داره، انتخاب پروژه داره، کانسپت رو داره، مطالعات اقتصادی پروژه رو باید انجام بده و نهایتاً بره مجوز لازم رو بر اساس اون کانسپت منتخبش بگیره و نهایتاً با انتخاب پیمانکار و تأمین منابع مالی پروژه رو اجرا کنه. از این حیث دیولوپر خودش یک رشته مستقل نیست، یک فرآیند و مدیریت یک فرآیند و پروسه هست که نظر شخصی خودم رو بر اساس مطالعاتی که داشتم توی صفحات بعدی این پرزنت ارائه کنم. این همون در واقع گرافیه که الان خدمتتون عرض کردم. دیولوپری هیچ کدوم یک از این آیتم ها نیست. بعضیا من می‌بینم اشتباه می‌کنن که دیولوپری رو با سرمایه گذاری اشتباه می‌کنن. سرمایه گذاری صرفاً اون بحث F و فاینانس پروژه است و یک دیولوپر مدیریت یک پارچه یک پروژه هم دیولوپر نیست. به عنوان مثال میتونه یک مدیر پیمان قوی و جامعه که مهندسی که توی کاتگوری مهندسی مشاور میگنجه میتونه همه این هماهنگی رو انجام بده. باز دیولوپر نیست. چرا؟ دیولوپر علاوه بر این که این مدیریت رو به عهده میگیره خودش مستقیم و یا ممکنه آوتسورس بکنه و منصفانه کسی دیگه بکنه، بخشی یا همه سرمایه گذاری پروژه رو هم به عهده میگیره. از این حیث دیولوپر توی ریسک یک پروژه شریک هست. دلیل اهمیت دیولوپر اینه که چون در ریسک یک پروژه شریک هست، دیولوپر رو جدی میگیرن و اساساً سایر سرمایه گذاران پیشفرض قبول شراکت در یک پروژه یا پیش‌خریدی یک پروژه رو مسئولیت پروژه، ریسک پروژه و سرمایه گذاری خود دیولوپر در پروژه میدونن. این همون فرایندیه که خدمتتون عرض کردم. توی این فرایند اگر ملاحظه بفرمایید بحث معماری کاتگوری انجینیرینگ هست، پروکیومنت پیمان خرید هست، سی پیمانکاری و در واقع پیمان شرکت‌هایی که کار اجرا رو به عهده میگیرن، فاینانس مالی ریل استیت که مشاوره مسکن، مینتیننس اند هاسپیتالیتی. توی پروژه‌های بزرگ و مجموعه‌های بزرگ به خاطر برندینگ، به خاطر اینکه تضمین کیفیت باشه برای محصولی که تولید کرده، بحث نگهداری خدمات پس از فروش و هتلینگ پروژه رو به عهده میگیرن که عمدتاً در این قسمت سودی نصیب سرمایه گذاران نمیشه، بیشتر از باب حفظ برندینگ و اعتبار اون برند توسعه‌گر هست که این مسئولیت به عهده میگیرن. بحث ریسایکلینگ و بازیافت توی کاتگوری ساستینبیلیتی که امروزه خیلی مهم شده و متاسفانه تو کشور ما به دلایل مختلف به دلایلی که درگیر مسئله تحریم شدیم خیلی به اون اهمیت نمیدیم. همینقدر به شما بگم که تا سال 2030 یعنی 5 سال دیگه بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای مثل امارات و عربستان و
قطر که در همسایه‌شون هستن یا ترکیه متعهد هستن که مصالحی رو اجازه ورود به کشورشون بدن که چک لیست های ساستینبیلیتی رو پاس کرده باشه. از این حیث بحث بازیافت و در واقع بحث های محیط زیستی خیلی مهم شد. زنجیره در واقع ارزش رو تو همین توضیحات من دادم، چون فکر میکنم که وقت گذشته از این مرحله من عبور میکنم. بحث ساستینبیلیتی هم که خدمتتون عرض کردم. نکته اصلی که من با توجه به وقت کمی که هست میخوام بپردازم، دیالوگ بین، شاید این قسمت از عرایزم برای شما جدید باشه، دلایلش هم خدمتتون میگم. دیالوگ بین معمار و توسعه‌گر. فرایند زنجیره ارزش رو خدمتتون عرض کردم. دست کم 15 تا شاخه فنی، مهندسی و اجرایی و نظارتی در زنجیره ارزش ساختمان وجود داره. این زنجیره به نظر من بالای 80% علت ایجادش منافع اقتصادی، افراد مختلف در بخش‌های مختلف فلسفه وجودیشون این بوده که بیان یک کسب و کاری را بندازن و بتونن در واقع منافع اقتصادیشون ببرن. از نظر من معمار و دیولوپر یک وجه مشترک بسیار متمایز دارن که من اسم رو میذارم آرزومندی، رویا داشتن و نگاه بلند مدت به حرفه خود داشتن. یک فرض بفرمایید یک کسی که کار نگهداری ساختمان رو به عهده داره، یک کسی که نظارتی رو داره انجام میده، در واقع داره یک کار اقتصادی میکنه. اما یک معمار داره به واسطه فلسفه وجودی معمار که مساوی با هنر و علاوه مهندسی و وجه هنر، وجه خلاقیت داره. اون چیزی که اصطلاحاً میگن حاصل یک رخداد در قوه خیال هست، حاصل یک ایونت هستش. این وجه در واقع نیازمند برای اینکه بتونه متمایز باشه، برای اینکه بتونه با کیفیت باشه، برای اینکه بتونه اون قوه خیال و اون ایده با قوانین مختلف صنعت ساختمان و ضوابط سازگار باشه، لازمش اینه که زیست جهانی رو در ذهن معمار ایجاد کنه، خلق کنه و بپرورونه. در مورد توسعه‌گری واقعیتش دست کم اون مجموعهایی رو که من بررسی کردم تنها انگیزه اقتصادی یک شرکت و یک هلدینگ دیولوپری رو ایجاد نکرده، چون دیولوپری زنجیره‌ای از مسئولیت‌ها، مطالعات و نگاه بسیار لانگ ترم هست که نمیتونه صرف یک انگیزه اقتصادی رو خلق کنه. بنابراین وجه مشترک یک معمار و یک دیولوپر اون رؤیا و آرزو و زیست جهانی که شبها و روزها با اون زندگی میکنه، با اون بزرگ میشه و تلاش میکنه اون سوبژکتیوی یک رؤیا رو در عالم ابژه تبدیل کنه به یک محصولی که دیگران بتونن با اون ارتباط بگیرن و بتونن در واقع معنایی به زندگی خودشون بدن، بتونن پاسخی به نیاز و دغدغه جاودانه بودن انسان بدن که خودش یک بحث مهمیه تو حوزه فلسفه. عرض من اینه که این وجه رویامندی و آرزوی مشترک یک چالشی ایجاد میکنه. چالشش اینه که اون معمار میخواد رؤیا و زیست جهان خودش رو تبدیل به یک ابژکتیویتی و یک پروژه ایجاد شده بکنه و اون رو یادگار خودش بدونه. در کثیری از دیولوپرهای دنیا و برخی از دیولوپرهایی که در کشور ما هست این رؤیا وجود داره.
من شخصا در مواجهه با معمارها این چالش رو داشتم که به یه جایی رسیده که معمار گفته خب اگر اینجوریه که تو بیا معماری کن، تو بیای قلم بکش. که بعد من بهشون گفتم که نه، من معمار نیستم، من بلد نیستم خیال رو تبدیل به یک طرح بکنم. من فقط میتونم خیال پردازی بکنم، رویا پردازی کنم، نگاه فلسفی دارم، نگاه انسانی دارم. دوست رویا میده که سرزمین ایران سرزمین آبادی باشه، دوست دارم که بین من و تو یک دیالوگ باشه. بعد اومدم مبانی نظری این بحث رو بررسی کردم. خط دوم در معماری گفتم معماری مساوی است با هنر به علاوه مهندسی. هنر، حالا اگر بخوایم فرض بکنیم دیدگاه گادامر رو کتاب حقیقت و روش بخوایم بپذیریم و میگه که اونجا تحت تاثیر یک رخداد، یک ایونت میاد یک تصویر و یک ایده‌ای و یا به ذریعه اون یک حقیقتی کشف میشه. خب نگاه گادامر نگاه پست مدرنیستیه، قائل به حق خلق حقیقت، نه قائل به کشف. بنابراین هر رخدادی هم برای خودش میتونه یک در واقع خلق حقیقت باشه، حتی یک اثر معماری. اما بخش مهندسی معماری پروسه حاصل فرایند پیچیده است و پروژه های بزرگ و آثار پیچیده و بزرگ تمدنی بشر حاصل یک فرایند و مکانیزم پیچیده است. ما توی نظریه فلسفه ذهن 3 تا نظریه معروف داریم. فیزیکالیسم که تمام فعالیت‌های ذهن رو به امور مادی ریدیوس می‌کنه، در مقابلش دوالیسم، جدایی ماده از روح و روان. یک حد وسطی وجود داره که 30-40 سال اخیر توی نظریات فلسفه ذهن مطرح شده به اسم امرجنتیسم که میگه یک پدیده نوظهور و یک پدیده شگرف حاصل امرجنت شدن عناصر پیچیده در یک شبکه خاص و در یک رابطه خاص است. این چیزی که در واقع امرجنتیسم در سطح بالا میگه و در نظریه گادامر در واقع به عنوان یک ایونت در نقطه مقابلش مطرح میشه، منو به این در واقع دیدگاه راهنمون کرد که بگم که یک اثر معماری یک رخداد نیست، یک پروسه است و حاصل هماهنگی یک سری عناصر پیچیده در کنار هم هست. این چیزی که در مورد هواپیما اتفاق میفته و قطعات الکترونیکی و مکانیکی میاد یک شیء به اون سنگینی رو اجازه میده که پرواز میکنه، یا در مورد ساختار مغز هست که مغز با این پیچیدگی‌هاش ولی یک سری عناصر مادی داره، میاد موضوع غیر مادی مثل ذهن رو خلق میکنه و حالا و روان رو خلق میکنه. این در واقع ایده و الهامی بود که من به نظرم رسید در دیالوگ بین معمار و توسعه‌گر به عنوان یک رابطه دیالکتیکی و دوسویه ما بیان یک ایده جدیدی رو خلق بکنیم، امرجنت بکنیم و باعث بشیم که پروژه های بزرگ ساخته بشه. قطع به یقین اگر بریم توی پروژه های بزرگی که در دنیا ساخته شده، به هیچ وجه یک فرد و یک ایده نبوده که اون اثر بزرگ رو خلق کرده، حاصل دیالوگی بین صاحبان ایده اون حرف باشه. این که این پروسه به چه روشی اتفاق بیفته، اسرائیل من تایید کردم تو کانال بعدی شما یه نحصه گفتگو من بسیار عالی. آقای دکتر ایزدی، شما دیدگاهتون رو بگید، اصلا ببینیم توسعه‌گر با معمار قابلیت اینکه گفتگو کنن دارن، این فرآیند رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب اول سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که برگشتم دانشگاه خودم. من دانش آموزه همین دانشگاهم و از نگاه معماری بحث‌های دکتر جوکار رو ادامه میدم. به نظر میرسه که ما معمارا اگر به 3 موضوع در فرآیند معماری و خلق فضا توجه داشته باشیم، این پیوند خود به خود ایجاد میشه. در وهله اول ما معماری رو میتونیم به مثابه یک محصول صرفاً فرض کنیم، یعنی محصول محور باشه نگاهمون در فرآیند طراحی.
ولی از یک سو میتونیم به اون فرایندی نگاه کنیم. این دو تا نگاه متفاوته در عرصه طراحی معماری که در صورتی که ما صرفاً به محصول اندیشه کنیم دیگه مجموعه عوامل و استپ‌هایی که میتونه در خلق فضا مورد توجه قرار بشه فراموش میکنیم. یعنی معماری به مثابه یک مجسمه است و مجسمه سازی است، کاربری است بیرون، کاربری است که به توجهات استفاده کننده، به نیازهای استفاده کننده توجهی نداره و بسیاری از مسائل دیگه. از اولین موضوعی که میخوایم بهش توجه کنیم فرایند محور بودن خلق فضاست در طراحی. این بدیهیه الان در واقع چه در عرصه آموزش معماری چه تجارب مختلف دنیا حرفه‌مندان بر این باورن که معماری از طریق فرایند خلق میشه. اگر این اصل یک رو بپذیریم، در اصل دو بگیم خب حالا در این فرایند چه نیروهایی و چه عواملی بر خلق اون فضا و بر طراح تاثیرگذارن که بتونه آنچه که خلق میکنه، اون پدیده‌ای که خلق میشه کارآمد باشه، مورد توجه استفاده کننده خودش باشه. من اینجا استفاده میکنم از نظریه‌ای که بر پایه در واقع تفکر گیدنز بوده، نظریه ساختارگرایی گیدنز که بعداً خانم پرسیلی و بعداً آقای دکتر مدنی‌پور اون رو تحت عنوان ساختارها و کارگزاری‌ها مطرح کردن. و همه دوستان توصیه می‌کنم دوستانی که علاقه‌مند به موضوع در واقع جایگاه و نقش واقعی معماری در عرصه در واقع توسعه هستن، توسعه به مفهوم عام‌تر و گسترده‌تر خودش، به کتاب آقای دکتر مدنی‌پور مراجعه کنید. تو فصل 5 رو به طور مفصل راجع به این استراکچرال ایجنسی صحبت می‌کنم. استراکچر چیه؟ استراکچر مجموعی از نیروهای مؤثر بر شکل‌دهی فضاست. ایشون تعریف می‌کنن میگن 3 تا اصل: رولز، ریسورس، آیدیاز. اینها 3 تا ویژگی اصلی هستند که ساختارهای کلیدی تاثیرگذار بر تولید فضا. رولز که میشن مجموعه قوانین و مقررات، ضوابط. ریسورس منابع که همونطور که آقای دکتر جوگا فرمودن از اهم واجبات و توجه به همه این موارد با محوریت یک نهاد. و آیدیا اون در واقع تفکر و آرزو و خواست و در واقع می‌بینیم که این 3 تا رولز، ریسورس و آیدیا چطور میتونه در واقع مهمترین کلمات کلیدی یا نیروهای تاثیرگذار باشه بر فرآیند تولید فضا. ولی توسط چه کسانی اینجاست که ایجنسی ها مطرح میشن. ایجنسی ها کیا هستن؟ مجموعه کنشگرانی که حالا تو اصل 3 میگم بر این امر تأثیر گذارن. کیا هستن؟ ما فکر کنیم که شاید فقط ماییم و در واقع کارفرما. حالا من متاسفانه نرسیدم اون دیاگرام در واقع نقش آفرینان که اصل 3 دارم راجبش صحبت کنم خدمتتون بیارم، ولی همه میدونیم به خصوص تو مملکت خودمون چه کنشگرانی به تعداد عجیب غریب زیاد در فرآیند تولید فضا حضور دارن، چه دولتی‌ها، چه شهرداری‌ها، چه بخش خصوصی. و جالب اینجاست که اصلی‌ترین کنشگرم توی فرآیند همیشه قایمه، یعنی خود مردم رو استفاده کنن. به هر حال می‌خوایم در اصل 2 بگیم که اگر فرآیندی فرض می‌کنیم تولید فضا رو، پس یک مجموعه استراکچرها و ایجنسی‌ها بر این فرآیند تولید تاثیرگذارن. ولی به دلیل اهمیت ایجنسی‌ها از اصل 3 میگم کنشگران. پس سومی که کنشگرانی وجود دارن برای این تولید فضا. طراح هم یکی از اون در واقع نیروهای کلیدی البته که حالا راجعش صحبت می‌کنیم در این فرآیند، ولی مجموعه در واقع دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف، بخش خصوصی، سازندگان، تولید کنندگان مسائل و تامین کنندگان منابع مالی، بانک‌ها و سایر ایجنسی‌ها، شهرداری‌ها، مدیریت شهری با دپارتمان‌های تخصصی خودش و البته مردم. از یک سو معماری رو فرآیندی دیدیم، 2
نیروهای تاثیرگذار بر این فرآیند واقف شدیم و کنشگراش رو هم میشناسیم. اون وقتی که دیگه معمار نمیتونه در واقع بی توجه به مجموعه عوامل به طراحی بپردازه. خب حالا این وسط توسعه‌گر چیکار میکنه؟ توسعه‌گر کارش اینه که در واقع از راهبری طراح و معمار استفاده میکنه برای توجه دادن به تمام اون نیروها و عاملان داخل در این فرآیند. اینجاست که طراح و معمار نقش کلیدی خودش در این فرآیند ایفا میکنه. من منکر نقش و ایفای در واقع بازی اصلی سایر بازیگران نیستم، یعنی قطعا تامین کنندگان منابع مالی، مدیران، بقیه کسایی که در این فرآیند کنشگری میکنن نقش بسزایی دارن، ولی به نظر میرسه معماران، طراحان میتونن نقش راهبری و لیدری رو برای هم پیوند کردن مجموعه عوامل داشته باشن که بتونن در واقع کامل کننده ایده توسعه‌گری باشن. یعنی توسعه‌گر هم نقشش اینتگریتد کردن این فراینده و معمار در واقع عامل اصلی اون یک پارچگی. من به نظرم خیلی خلاصه اگه بخواستم توضیح بدم، حالا باز برمیگردم اگر فرصتی باشه روش صحبت کنیم. فرآیند دیدن خلق فضا، نیروهای موثر در این فرآیند و کنشگران دخیل و نقش معمار در همپیوند کردن این فرآیند در پروسه توسعه‌گری و همکاری با توسعه‌گری. خیلی در بحث تولید معماری یا پروژه در سبد ظرفیت یک معمار خلاصه میشه، قطعاً جواب منفیه، ولی میخوایم ببینیم که تجربه کار کردن در پروژه‌های مختلف، چه تجربیاتی که آقای دکتر در مناصب مختلف داشتن، چه تجربیاتی که آقای نژادآگاه به عنوان یک دیولپر داشتن، میخوایم این رو یه مقدار چراغ‌قوه روش بندازیم ببینیم. بعضی وقتا هستش که یک معمار میتونه نقش‌های مختلفی در تولید معماری داشته باشه. بعضی وقتا هم هستش که فرایند از ظرفیت یک معمار فراتر میره. دیگر نیروهایی هستن که میتونه در تولید معماری کمک بکنه. به عنوان مثال میگم، نمیدونم چند نفر از شما شخصیت آقای موژان مجیدی رو میشناسن. نمیدونم. خب اگر نمیشناسید من براتون تعریف میکنم. آقای موژان مجیدی یک معمار هستن که در بالاترین سطح سازمان ایجاد کردن. یعنی دفتر فاستر رو که الان شما میبینید، استراکچر انجینیرینگ دفتر فاستر توسط آقای موژان مجیدی، یک معمار ایرانی که در لندن داره زندگی میکنه و یک روز فاستر 8 صبح بلند شد و اخراجش کرد، دعوا شد و فردا صبح رفت الان دفتر زاهدیده و کل سازمان و فرایند دفتر توسط ایشون داره به عنوان یک معمار. ولی استراکچر دفتر، استراکچر تولید فرایند یا اون ساختارسازی یک مهندسین مشاور که داره تولید معماری رو در پروژه‌های مختلف، تو مقیاس‌های مختلف، در کاربری‌های مختلف ایجاد میکنه. من سوالم اینجاست، در ادامه این که حالا ممکنه نظرات تکمیلی آقای نژادآگاه داشته باشم، چون تایممون یه مقدار به دلیل تأخیری که در برنامه ایجاد شد تحت تاثیر قرار گرفت، من میخوام یه مقدار جذابش کنیم موضوع رو. ببینید خب آقای نژادآگاه پروژه‌های متعددی در این کشور، مخصوصا در شهر تهران ایجاد کردن، با معمارای مختلفی هم کار کردن، معمارای طراز که همه شما میشناسید. برخی از این معمارها به قول آقای ایزدی فرایند محور فکر کردن در تولید معماری. برخی پروژه محور بودن با تایپولوژی‌های شخصیتی مختلفی در این معمارا میشناسید. من میخوام بدونم آقای نژادآگاه، شما با توجه به اون تفکر یکپارچه‌ای که خودتون هم بهش سهه گذاشتید، آیا یک معمار میتونه از نقطه آغازین، یعنی بحث پروگرامینگ، بحث تعریف پروژه که شما خودتون در بعضی از پروژه ها کمک میکنید، در تولید طراحی معماری، در هدایت در عرصه ساخت و ساز و رسیدن به پروژه، در بحث نرم افزار پروژه که بعد از ساخت اتفاق میفته، این رو شما چطور به عنوان یک دیولپر هدایت و کنترل میکنید؟ ممنونم. سوال خیلی خوبی که
ببینید همونجور که عرض کردم اگر معماری صرفاً یک هنر بود، یک معمار به تنهایی میتونست اثر خودش رو خلق کنه، کما اینکه یک نقاش نیازی نیست با یک فرایند پیچیده‌ای اثر خودش رو خلق کنه، چون اون چیزی که در ذهنش و سابژکتیویتیش وجود داره با دردسر خیلی کم و به راحتی تبدیل به یک آبژه میشه و به مشتریان و مخاطبینش ارائه میشه. اما چون پروژه معماری فاخر حاصل یک پروسس و فرآیند پیچیده است، پس امکان پذیر نیست یک معمار به تنهایی این کار رو انجام بده. حتی امکان پذیر نیست اگر بخواد پروژه در واقع بشه یکی از آثار ماندگار و فاخر سرزمین خودش، حتی امکان پذیر نیست دیولپر به تنهایی هر چقدر هم پول داشته باشه این کار رو بکنه، چرا که دیولپر در این حالت اگر بخواد صرفاً آدم‌ها رو به خاطر پول استخدام کنه، اون روح خلاق و نوآور و شگفتی ساز هیچ موقع در این قالب‌ها نمی‌گنجه و اون کار در واقع اثری که بخواد ماندگار بشه و دلها بشینه و بتونه دیسکورس جامعه خودش رو تحت تاثیر قرار بگیره نخواهد شد. من به شخصه رو با معمارهای مختلفی تجربه کردم. این جزو توفیقات من بوده که با معمارهای بزرگ این سرزمین و با چند تا از معمارهای بزرگ دنیا ارتباط داشته باشم، ازشون استفاده بکنم، بهره‌مند بشم و ما اولا ساعتها میشونیم با همدیگه با این معمارها گفتگو میکنیم، قرار بذاریم یه جایی با همدیگه 3 ساعت 4 ساعت صحبت کنیم، کاری که گادمان میگه افق‌های در واقع اون نظرگاهاتون رو با هم افق بکنید، نزدیک بکنید تا بتونه در واقع یک در واقع خلق جدیدی اتفاق بیفته. با آقای مهندس مجیدی تو پروژه آرتیمان که توی زعفرانی بود، عرضش هم توی اسرائیل بود، یه پروژه نیمه کاره‌ای بودش، کانسپت ساختمان‌های شرکت تعاملی داشت توی زعفرانی، به دلایلی متوقف مونده بوده 15 سالی. بعد این پروژه رو ما اومدیم ادامه دادیم و آقای حدود یادم میاد اون موقع با 15 تا معمار ما گفتگو کردیم و صحبت کردیم. هر کدوم از آثاری که طرح‌هایی که در واقع میداد یا قابلیت تطبیق با اون پروژه رو نداشت و قابلیت اجرا نبود به دلایل مختلف، یا اینکه به دل من نمی‌شست و منم سعی می‌کردم با افرادی که فکر می‌کردم نماینده افکار عمومی منطقه شیرون هستن از حیث خلاقیت، از حیث سلیقه و تیست در واقع معماری چک می‌کردم با اونها. نهایتاً وقتی با آقای مهندس مجیدی که اون موقع بیشتر کارهای تجاری اداری انجام می‌داد پروژه 4 سوشته بود، ما چند تا جلسه گذاشتیم. من دیدم آقای مجیدی رویا داره و دنیا دیده است و مهمتر از این دوتا چند باری رویاهاش رو در عمل پیاده کرده و دچار مشکلات و چالش‌هایی شده. اگر پیشنهادی میده پیشنهادش پاش رو زمین و اتفاق میفته، امکان پذیره، پروژه رو همچنان اقتصادی نگه میداره. اون چیزی که نهایتاً توی این پروژه اجرا شد نه اون چیزی بود که آقای مهندس روز اول پیشنهاد داد، نه اون چیزی که بود من ازش خواستم. مهمتر از این مسئله پروژه 4 باغ بود با آقای مهندس مجیدی. خب یه پروژه بود که شما می‌دونید پروژه توی قیصریه بانک اقتصاد نوین رو با یک مال بزرگ تجاری طراحی کرده بود و بخش‌هایش هم از این پروژه ساخته شده بود. بعد تحولات اقتصادی به وجود اومد و تجاری‌ها دیگه از رونق افتادند و پروژه غیر اقتصادی شد و سالها همینجوری موند. بعد تو مطالعات جدید به این جنبندی رسید خود بانک این پروژه رو باید تبدیلش کنه به مسئولیت. توی همین فرایند بود که ما رفتیم این زمین رو و پروژه رو خریدیم از بانک و خب
یکی از دلایلی که من پروژه رو خریدم این بود که آقای مجیدی معمارش بود و آقای دکتر میرقادری سازش بود. از هر دو تا خیالم راحت. محمد هم تو تحقیق کاربری تاثیر داشت. بله پیشنهاد اصلا دارم همین دیالوگ رو میخوام. ببینید این چیزی که الان داره توی پروژه چهارباغ، حالا تو سایت هست برید ببینید، مجموعه‌ای از خلاقیت‌های معماری و کاربری‌هایی که ذهن خلاق آقای مجیدی با اون خلق کرده و تجربه‌هایی که من از ارتباط مستقیم با ریل استیت‌ها، با خریداران و تلاش و علاقه شخصیم که سعی می‌کردم گرایش‌های نوظهور و نسل زد رو، دیسکورسی که موشل فوکو میگه در واقع جمع اپیستمه‌ها، جریان‌های نوظهوری جامعه، دیسکورسی که وجود داره. علاقه شخصی من بود که دیسکورس شمرون و دیسکورس ایرانی‌ها رو بشناسم و بر اساس اون بیان اون رویایی که میتونه پاسخ به این گفتمان جدید باشه رو با کمک دوستان خلق میکنه. این چیزی که داره اتفاق میفته قطعاً اونایی که محمد آقای مجیدی رو میشناسن میدونن بسیار دوست داشتنی، بسیار گل و بی‌نظیر. ایشون نگاه اقتصادی نداره و داره با معماری زندگی میکنه، دنبال پول درآوردن نیست. چند بار به شوخی هم بهش گفتم تو خیلی کمک کردی که من پولدار بشم، اما خودت اقتصادی راجع به این پروژه ها چیزی نیومدی از من در واقع واحد بخری. میخوام بگم نگاهش نگاه اقتصادی اصلا نیست، اما این پروژه اقتصادی شده. بخوام صادقانه صحبت کنم، بچه اقتصادی پروژه حاصل تجربه، تعامل، مطالعه. ما شرکتی داریم آشیانه سپهر خرد، آقای مهندس علوی کار مطالعات اقتصادی میکنن و مجموعه مطالعات اقتصادی، اجتماعی، آینده پژوهی، ظرفیت سنجی اقتصاد، ظرفیت سنجی در واقع نگاه‌هایی و علاقه‌مندی‌های جامعه میاد در دیالوگ با اون قوه خلاقیت آقای مجیدی که میخواد یک دنیای متفاوتی رو خلق کنه. اما من با معمارای جوان زیادی سر و کار داشتم که میرم تریویاهای بسیار شگفت‌انگیزتر از آقای مجیدی به من میدن و آدم اون کسی که تجربه نداشته باشه ممکنه گول بخوره، کما اینکه من بارها دچار این خطا شدم. اما مسئله اینجاست که بایستی امکان تحقق این پروژه با اقتصاد اون منطقه، با مقتضیات، با قوانین، با مقتضیات سازه و تأسیسات، این مسئله در واقع مهمیه که یک معمار با تجربه باید داشته باشه. معمار بزرگ معماریه که هم بتونه خوب تخیل کنه، خوب خلق کنه، هم بتونه با قوانین و ضوابط سازه و معماری و قوانین شهرداری و مطالبات و گرایش‌های مشتریان این اثر رو در واقع پاشو بیاره تو زمین و محققش بکنه. محمد واقعا شاهکار میکنه. محمد مجیدی محدودیت‌های ضوابط شهرداری یک ارزش آفرینی بی‌نظیر. محمد مجیدی قطعاً یکی از سه تا معمار بزرگ کشور هست. مثال‌های دیگه‌ای هم من دارم اگر فرصت شد راجع به آقای تقابلی، راجع به آقای حقی، راجع به نشید نبیان و رامود ایلخانی و راجع به مهندس دلیلی عزیزم میتونم این تجربه ها رو در بیان بذارم. ممنونم آقای دژابا. این بحث اقتصادی بین شما و محمد و من میخوام پول دارم که شدید، من فکر میکنم ساعت‌های انتهایی روز هم هستش، میتونید کل جمعیت رو شام بدید امشب. آقای ظریف شما جمعیت زیاده، شامدیز گالریا میتونید رزرو کنید، همه به اتحاد برید. آقای دژابا شما بخشی از این پولدار شدن رو اینجا 2 ساعت پیش آقای دکتر مزاری فرمودن که کاری باید انجام بدیم، گفتم این بزرگترین رو بچه‌ها جایی نرید بتونید کاری برای دانشگاه. نکته مهمی که تو صحبت‌های آقای دژابا مطرح شد، ببینید مسئله همیشه ما میگیم دنبال رابطه برد باشیم. من میگم پروژه از برد خیلی بالاتره. یه اپروچی از به نام وین تو آر، یعنی برای تمام عوامل و کنشگرانی که آقای دکتر ایزدی بهش اشاره کردن باید اون اتفاق برده در پروژه اتفاق بیفته و این یکی از وظایف و آرمان‌هایی که یک دیولپر یا توسعه‌گر میتونه دنبال بکنه.
یعنی همین مثالی که آقای دژاکار دادن، شما فرض کنید تو محله دستور قیطریه قرار 150,000 متر تجاری اتفاق بیفته که به ترافیک جواب منفی میده، به اقتصاد جواب منفی میده، به همسایگی جواب منفی میده، به فرهنگ و تاریخ اون محله جواب منفی میده. ولی معمار به همراه توسعه‌گر این پتانسیل و این فضا و این امکان رو ایجاد میکنن که پروژه 150,000 متری تجاری که متری خودشون میدونید عدد الان نه، موضوع مال 12 سال پیشه که تجاری مثل الان اشباع نشده بود، برای خودش ارج و قربی داشت در منطقه یک تهران. با یک همافزایی انرژی و فکر تبدیل به یک پروژه میشه که بتونه به ترافیک جواب بهتری بده، به مردم جواب بهتری بده، به سرمایه اقتصادی جواب بهتری بده، به شهر جواب بهتری بده. پس این بین تو آل میتونه برای